چرا پسرا بعد از جدایی اولش بیخیالن ولی بعد از چند ماه نابود میشن؟ چون پسر جدایی رو مثل یه درد خفیف میبینه. اولش فکر میکنه که یه مسکن کافیه، فکر میکنه که با چند تا مهمونی و رفیق بازی و استوریای شاد همه چی درست میشه. همه بهش میگن بابا این دخترا ردش کن بره، یکی بهترش پیدا میشه. حتی خودش هم باور میکنه که قوی تر از این حرفاست. اما بعد از چند ماه اون مسکن دیگه اثر نمیکنه. شبا وقتی که همه خوابن اون تا صبح بیداره و یاد خاطرهایی که با اون دختر داشت میفته. نگاه میکنه به گوشیش، میبینه چقدر عکسای یادگاری با عشقش داره. دلش به شدت تنگ دختره میشه. پسرها چه دختری رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. فکر میکنم برخلاف تفکر عمومی پسرها اون دخترایی که الزاما خوشگل‌ترین و زیباترین بوده یا شاید حتی گرونترین هدایا رو براش خریدن یا براش خریده و یا حتی پسرها دختری که یه وقتی عاشقش بودن و بهش نرسیدن رو هم میتونن فراموش کنن. اما پسرها هیچ وقت این دخترها رو فراموش نمیکنن. دختری که تو روزای سخت باهاشون موند، بهش ایمان داشت وقتی دیگرون باورش نمیکرد، دلیل انگیزشون شد نه مانع راهش، بلد بود آرومشون کنه نه متهمشون، و تو روزایی که هیچی نداشتن با دلشون. اون دختر دیگه تبدیل میشه به یه معیار تو ذهنشون و بعد اون هر کسی بیاد دیگه اون نمیشه.